سلام خدمت همه دانشجویان عزیز. ببینید جلسه گذشته ما اومدیم معادلات خطی مرتبه دومی رو بررسی کردیم که ضرایبش ثابت نباشه و بعد گفتیم برای به دست آوردن جواب عمومیش میام از یک فرمول به نام فرمول آبل استفاده میکنیم و جواب عمومی معادله به این صورت به دست میاد YG میشه C1Y1 به علاوه C2Y2. زمانی که ضرایب معادل ثابت نیست Y1 رو خود مسئله به ما میده، پس این Y1 داده میشود، یعنی شما نمیخواد پیداش کنی. برای به دست آوردن این جواب دوم Y2 طبق فرمول آبل Y2 میشه VY1 که V به این صورت به دست می اومد. V می شد انتگرال 1 Y1 به توان 2 ای به توان منفی انتگرال PX dx که گفتیم به این منفی که توی فرمول آبل اومده دقت کنید. این PX هم در واقع همون ضریب Y پریم در معادله خطی مرتبه دوم بود. این جلسه میخوایم جواب عمومی معادلاتی رو به دست بیاریم که ضرایب معادله ثابت باشه، یعنی حالت دومی که ما ممکنه بهش برخورد کنیم حالتی هستش که ضرایب معادله ثابت است. وقتی ضرایب معادله ثابته دیگه نیازی نیست یه جواب خود مسئله به شما بده و دیگه نیازی به استفاده از فرمول آبل نیست. شما هر دوتا جواب رو میتونی مستقیما به کمک یک معادله که بهش میگیم معادله مشخصه به دست بیاری. ببینید در واقع ما میخوایم این معادلات رو بررسی کنیم. Y زگون به علاوه BY پریم به علاوه CY مساوی با صفر. نگاه کنید دیگه خبری از X نیست و این B و C هم اعداد حقیقی ثابتی هستند. شما برای به دست آوردن جواب عمومی این معادله اولین کاری که میکنید باید معادله مشخصه این رو بنویسید. برای نوشتن معادله مشخصه شما باید بیای به جای Y زگون M2 بذاریم یه پارامتری مثل M2، به جای Y پریم M بذارید و Y هم حذفش کنید. پس دقت کنید به جای Y زگون توی معادله M2 میذارید. در واقع من میخوام یک معادله درجه 2 رو به جای این معادله دیفرانسیل مرتبه 2 جایگذاری کنم. پس به جای Y زگون M2 میذاریم، به جای Y پریم M Y هم حذف میکنم. به همچین معادله‌ای میرسم M2 به علاوه BM به علاوه C مساوی با صفر. ببینید شد یک معادله درجه 2. خب شما ریشه های معادله درجه 2 رو به کمک فرمول دلتا میتونید حساب کنید. سه حالت داره: یا دلتای معادله مثبته، یا دلتا منفیه، یا دلتا صفره. پس من اینجا توضیحش رو می نویسم براتون. بریم سراغ سه حالت و بهتون بگم Y1 و Y2 چی جوری پیدا میشه به کمک این معادله درجه 2. برای تعیین جوابهای Y1 و Y2 به کمک معادله مشخصه ابتدا در معادله مشخصه دلتای آن را حساب می کنیم. دلتای معادله بچه ها چجوری به دست می اومد؟
فرمولش بود B2 منهای 4 AC. پس این فرمول دلتا بود تو معادلات درجه 2. تو ریاضی عمومی یاد گرفتید. پس ابتدا دلتای آن را حساب میکنیم. سپس سه حالت زیر ممکن است رخ دهد. یه معادله درجه 2 شما میدونید یا 2 تا ریشه حقیقی داره، یا ریشه مضاعف داره، یا ریشه مختلط داره زمانی که دلتا منفیه. پس منم میام برای این معادله درجه 2 که اومدم به جای این معادله دیفرانسیل قرار دادم دلتاشو حساب میکنم و به کمک دلتا سه حالت رو میام در نظر میگیرم. حالتها رو به این ترتیب می نویسیم بچه ها. حالت اول اگر دلتای معادلمون مثبت باشه، هر کدومش مثالش هم همزمان براتون حل میکنم که خوب متوجه بشید. وقتی دلتا مثبته شما میدونید که معادله درجه 2 تون 2 تا ریشه حقیقی متمایز داره. پس در این صورت معادله مشخصه دارای 2 ریشه حقیقی متمایز به صورت زیر است. معادله درجه 2 من بذارید اینطوری بنویسم AX2 به علاوه BX به علاوه C مساوی با 0 که یک یادآوری هم بشه براتون. ریشه هاش از چه فرمولی به دست می اومد؟ شما 2 تا ریشه اگه داشته باشی X1 و X2 میشه منفی B مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2A. این فرمول تعیین ریشه های معادله درجه 2. پس زمانی که دلتا مثبته شما میای به کمک این فرمول 2 تا ریشه معادله مشخصه رو به دست میاری. وقتی که X1 و X2 به دست اومد آنگاه جوابهای Y1 و Y2 این همون 2 جوابی بود که شما از اول دنبالش بودید. به صورت زیر نوشته می شوند. این الگوش رو بچه ها یاد بگیرید. همیشه Y1 مون میشه ای به توان M1X و Y2 میشه ای به توان M2X. این M1 M2 در واقع همون ریشه های معادله مشخصه هستند که از فرمول بالایی به دست میارید. M1 و M2 همان ریشه های معادله مشخصه هستند. بعدش دیگه Y G رو شما خیلی راحت می نویسید. Y G همیشه ساختارش به این صورته: جمع این دوتا C1 Y1 به علاوه C2 Y2. شما میخواستی جواب عمومی معادله رو به دست بیاری. جواب عمومی معادله میشه این: C1 Y1 به علاوه C2 Y2. پس چی شد؟ من اول اومدم معادله مشخصش رو نوشتم، دلتاش رو حساب کردم. این فعلا حالتیه که دلتای معادله مثبته. معادله 2 تا ریشه داشت، M1 و M2. به کمک این فرمول به دستش آوردم
و بعد y1 و y2 رو به این صورت نوشتم. به این مثال دقت کنید. همینجا مثالش رو واسهتون حل میکنم، بعد بریم سراغ حالت دوم. مثلا من به شما میگم این معادله جواب عمومیش رو حساب کنید. 3y زگون 2y پریم منهای 5y مساوی با 0. میخوام y این معادله رو حساب کنم. ببینید یک معادله است مرتبه دوم خطی با ضرایب ثابت. شما ضرایبش رو نگاه کنید. 3 2 منهای 5. اصلا ایکسی توش نمیبینم. خب ضرایب ثابت دیگه. پس اولین کاری که میکنم میام معادله مشخصش رو مینویسم. معادله مشخصه. برای نوشتن معادله مشخصه شما قرار شد به جای y زگون بذارید m2، به جای y پریم میذارید m و y هم حذفش میکنید. پس میشه 3m2 به علاوه 2m منهای 5 مساوی با 0. خب این معادله دلتاشو حساب کنید. فقط برای به دست آوردن دلتا شما اول A, B و C رو مشخص کنید. بچه ها میدونید توی معادله درجه 2 A ضریب x2 B ضریب x و C ثابت چند جمله ای مونه. پس اینجا A میشه 3، B میشه 2، C میشه منهای 5. خب بذاریدش تو فرمول دلتا، میشه B2 منهای 4 AC، میشه 4 منهای 4، آمون 3 بود، سیمون منفی 5 بود، میشه 64. ببین دلتا مثبت شد. چون دلتا مثبت شد پس من دو تا ریشه دارم، M1 و M2. فرمولش چی بود؟ فقط باید جایگذاری کنید. منفی B مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2A. پس میشه منفی 2 مثبت منفی رادیکال 64 تقسیم بر 6. پس M1 و M2 به این صورت به دست میان. M1 میشه منفی 2 به علاوه 8 شیشم، یعنی میشه 1. ببینید یکی از جوابها 1. M2 میشه منفی 2 منفی 8 شیشم که اگه ساده کنم میشه منفی 5 سوم. حالا که M1 و M2 به دست اومد، من میتونم Y1 و Y2 رو بنویسم. طبق الگوی بالایی که بهتون گفتم Y1 میشه ای به توان M1X، یعنی میشه ای به توان 1X. ببینید یکی از جوابها مشخص شد. و Y2 میشه ای به توان M2X. به جای M2 منفی 5 سوم میذارم ای به توان منفی 5 سوم X. ببینید من نه از انتگرالی استفاده کردم نه فرمول آبل. خیلی راحت اومدم Y1 و Y2 رو به دست آوردم. چرا؟ چون ضرایب معادله ثابت بود. و حالا میتونم YG رو بنویسم. YG میشه C1Y1، فقط باید جمعش کنید دیگه، C2Y2. تمام. این میشه جواب عمومی این معادله‌ای که به هم داده بودن.
بچه ها من این صفحه رو چند لحظه نگه میدارم، شما یه مروری دیگه حلشو بکنید. ببینید من اومدم اول دلتا رو حساب کردم، دلتا مثبت شد. بعد اومدم طبق فرمول ریشه های معادله درجه 2 تا ریشهش رو حساب کردم، M1 و M2. 2 تا ریشه که به دست اومد طبق این الگویی که اینجا براتون نوشتم 2 تا جواب رو به دست میارید، Y1 و Y2. این حالتی بود که دلتای معادله مشخصه مثبت باشه. یه حالتی دیگه زمانیه که دلتای شما صفر باشه، یعنی معادله ریشه مضاعف داشته باشه، ریشه تکراری داشته باشه. خب بریم سراغ حالت دوم. اگر دلتای معادله مشخصه صفر باشه، یعنی معادله مشخصه دارای ریشه مضاعف باشد. زمانی که دلتا صفره بچه ها 2 تا ریشه معادله درجه 2 با هم برابره، یعنی ریشه مضاعف شما میشه منفی b تقسیم بر 2a، چون دلتا ندارید دیگه، یک ریشه مضاعف به دست میاد به این صورت. در این حالت برای نوشتن Y1 و Y2 به صورت زیر عمل میکنیم. Y1 مون میشه ای به توان mx، Y2 مون میشه x ای به توان mx. ببینید فقط یه xی درش ضرب میشه. بچه این الگوها رو باید حفظ کنید ها. زمانی که دلتای معادلتون صفر باشه، یعنی معادله مشخصتون ریشه مضاعف یا ریشه تکراری داشته باشه، Y1 و Y2 به این صورت نوشته میشه. Y1 تون میشه ای به توان mx و Y2 میشه x ای به توان mx و بعدش هم که دیگه با هم دیگه باز جمع میکنید. به این مثال دقت کنید. حالتی که دلتای شما صفره، مثلا من به شما میدم 4y زگون 28y پریم 49y مساوی با 0. شما میخواید جواب عمومی معادله رو پیدا کنید. یک معادله باز هستش با ضرایب ثابت. قرار شد اولین کاری که بکنیم چیه؟ معادله مشخصش رو بنویسم. معادله مشخصه میشه 4m2 به علاوه 28m به علاوه 49 مساوی با 0.
حالا دلتاشو حساب کنید. میشه B2 منهای 4 AC. میشه 28 به توان 2 منهای 4 AC. خب شما اینو حساب کنید برابر میشه با 0. چون دلتا 0 شما میتونید ریشه مضاعفش رو حساب کنید. ریشه مضاعف میشه منفی B تقسیم بر 2A، یعنی میشه منفی 28 هشتم، یا اگه ساده کنم میشه منفی 7 دوم. ببینید ریشه مضاعف به دست اومد. پس Y1 کمون میشه ای به توان mx، یعنی میشه ای به توان منفی 7 دوم x، و یک ریشه دیگمون میشه x ای به توان mx، یعنی x ای به توان منفی 7 دوم x، و در نهایت دو تا جواب رو با هم جمع میکنیم، یعنی میشه C1Y1 به علاوه C2Y2. این میشه جواب عمومی معادلمون. وقتی که دلتای معادله 0، شما ریشه مضاعف دارید و ریشه مضاعف میتونید دو تا جواب Y1 و Y2 رو به صورتی که براتون نوشتم بنویسید. خب باز این حل رو یه نگاهی بکنید. فقط بچه ها تو نوشتن معادله مشخصه دقت کنید ها. شما باید به جای Y زگون M2 بذارید، به جای Y پریم M، و این Y رو باید حذفش کنید بچه ها. میشه یک معادله درجه 2 که شما این معادله درجه 2 رو حل میکنید و جوابهای Y1 و Y2 رو می نویسید. یه حالتی دیگه مونده، حالتی که دلتای معادله منفی باشه. من برای اینکه بیام این حالت رو بهتون بگم، اول تو صفحه بعدی یک یادآوری، حالا احتمالاً یا تو ریاضیات عمومی شما مجموعی اعداد مختلط رو خوندین، یا اعداد مختلط رو اصلا باهاش آشنایی ندارید، تا حالا بهش بر نخوردید. من اول میام یک یادآوری بحث مربوط به اعداد مختلط رو براتون میکنم، همون چیزایی که لازم دارید رو بهتون میگم. بعد حالت سوم رو با همدیگه بررسی میکنیم، حالتی که دلتای معادله منفیه و شما میخوای جواب عمومی معادله رو بنویسید. خب پس قبل از اینکه من حالت سوم رو بهتون بگم، یعنی حالتی که دلتا منفیه، یه توضیحی در مورد اعداد مختلط براتون بنویسم. ببینید مجموعه اعداد مختلط یعنی مجموعه نقاط در صفحه، یعنی مجموعه زوجهای مرتب. ما در واقع اعداد مختلط رو با سی نشون میدیم، مجموعش رو میشه مجموعه تمام زوجهای مرتبی که x و y متعلق به r هستند. هر زوج مرتبی رو ما میگیم بهش یک عدد مختلط.
ما برای نشون دادن اعداد مختلط از حروف Z، W اینها استفاده می کنیم. پس من اگه بیام بگم Z مساوی با X و Y، من میتونم اینو اینطوری هم نشون بدم X به علاوه I Y، که این I چیه بچه ها؟ I در واقع زوج مرتب 0 و 1 که یک ویژگی مهم داره و اون اینه که I2 مساوی با منفی 1. شما بچه ها همینقدر از اعداد مختلط بدونید کافیه. پس هر عدد مختلط از 2 قسمت تشکیل شده. این Xش اصطلاحاً به این میگیم قسمت حقیقی عدد مختلط، قسمت حقیقی، و به این Y میگیم قسمت موهومی عدد مختلط. هر عدد مختلط از 2 قسمت X و Y تشکیل شده که من میتونم به کمک I که در واقع زوج 0 و 1 عدد مختلط رو اینطوری نمایش بدم. حالا با توجه به این توضیحاتی که براتون نوشتم، حالت 3 زمانیه که دلتای معادله منفی باشه. پس اگر دلتای معادله منفی باشد، آنگاه معادله مشخصه دارای 2 ریشه مختلط به صورت زیر است: M مساوی با آلفا مثبت منفی I بتا. شما از همون فرمول ریشه هایی که بهتون گفتم، اگه ریشه های معادله مشخصه رو حساب کنید، این 2 تا ریشه به دست میاد: آلفا مثبت منفی I بتا، که در این حالت، حالا باز مثال که حل کنم بهتر متوجه میشید، که در این حالت جوابهای Y1 و Y2 به صورت زیر خواهند بود. ببینید Y1 که مون میشه ای به توان آلفا X کوسینوس بتا X. این آلفا و بتا همون قسمت های حقیقی و موهومی عدد مختلطن. بتا یعنی ضریب آی، دقت داشته باشید. خب شما میای Y1 رو به این صورت می نویسی: Y2 میشه ای به توان آلفا X سینوس بتا X، و در نهایت YG میشه C1 Y1 به علاوه C2 Y2. این میشه جواب عمومی معادلمون. پس دقت کنید، این حالتی بود که دلتای معادله منفی باشه. وقتی دلتای معادله منفیه یعنی معادله 2 تا ریشه مختلط داره. شما 2 تا ریشه مختلط رو که حساب کردید، آلفا و بتا رو که مشخص کردید، میتونید Y1 و Y2 رو به صورتی که من نوشتم محاسبه کنید. به دست آوردن این آلفا و بتا کار سختی هم نیست ها. شما فقط توی اعداد مختلط به این دقت کنید که همیشه I2 مساوی با منفی 1. پس اگه یک زمانی منفی زیر رادیکال گیر افتاد و شما بخوای منفی رو از زیر رادیکال بکشی بیرون،
فقط کافیه به جای منفی بذاری آی به توان 2 و بعد از زیر رادیکال نجاتش بدی. این الگویی هم که اینجا براتون نوشتم رو خوب دقت کنید. دیگه هر سه حالتش رو گفتم. زمانی که دلتا مثبت باشه، دلتا صفر یا منفی باشه. خب بریم سراغ مثال. خب مثال رو به این صورت در نظر بگیرید. جواب عمومی این معادله رو میخوام پیدا کنیم. 2y زگون به علاوه y پریم به علاوه 3y مساوی با 0. ببینید اینجا معادله مشخصه شو من اگه بخوام بنویسم، معادله مشخصه این میشه 2m2 به علاوه m به علاوه 3 مساوی با 0. توی این معادله درجه 2 ضریب m2 a 2 b ضریب m 1 و قسمت ثابت چند جمله ایمون 3. دلتاشو حساب میکنم، میشه b2 منهای 4 ac. پس میشه 1 منهای 4 ac میشه منفی 23. ببینید دلتا منفی شد. چون دلتا منفی شد پس معادله دارای دو ریشه مختلطه. معادله مشخصه دارای دو ریشه مختلط به صورت زیر است. همون فرمول ریشه های معادله درجه 2 رو شما بنویسید. m1 و m2 میشه منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2 میشه منفی 1 مثبت منفی رادیکال منفی 23 تقسیم بر 4 میشه منفی 1 مثبت منفی آی رادیکال 23 چهارم. پس در واقع میشه ببین منفی 1 چهارم مثبت منفی آی رادیکال 23 چهارم. ما دنبال آلفا و بتا بودیم. ببینید قسمت حقیقی این عدد مختلط این میشه همون آلفامون که تو صفحه قبل بهتون گفتم ضریب آی یعنی رادیکال 23 چهارم میشه همون بتامون. پس اینجا آلفا منفی 1 چهارمه، بتا رادیکال 23 چهارم. پس من میام y1 و y2 رو می نویسم. y1 میشه ای به توان آلفا x کوسینوس بتا x میشه ای به توان منفی 1 چهارم x کوسینوس رادیکال 23 چهارم x و y2 میشه ای به توان آلفا x سینوس بتا x ای به توان منفی 1 چهارم x سینوس رادیکال 23 چهارم x. ببینید به این ترتیب دو جواب y1 و y2 رو ما نوشتیم.
که در نهایت YG میشه جمع این دوتا، میشه C1 Y1 به علاوه C2 Y2. میشه جواب عمومی معادلم. پس حالتی که دلتای معادله منفی باشه، شما این صورت میتونید دوتا جواب معادله رو مشخص کنید. فقط میگم به اون نکته بچه ها دقت داشته باشید. چرا من اینجا منفی رو نوشتم آی پشت رادیکال؟ ببین اینجا براتون بازم با توضیحات بازش کنم. وقتی شما دارید رادیکال منفی 23، من به جای منفی میذارم آی2، پس میشه آی2 23 هم که سر جای خودش هست. همیشه آی به توان 2، اصلا شما اینطوری یاد بگیرید ما یک عدد مختلط داریم به نام آی که وقتی به توان 2 میرسه میشه منفی 1. شما تو کل اعداد مختلط همین رو یاد بگیرید کافیه. یک عدد مختلطی داریم به نام آی که آی به توان 2 میشه منهای 1. حالا من اینجا اومدم به جای منفی گذاشتم آی 2. خب این آی چون توان 2 داره از زیر رادیکال میاد بیرون دیگه، میشه آی رادیکال 23. پس این توضیح اینجا که چرا یهویی من به جای رادیکال منفی 23 نوشتم آی رادیکال 23، این پایین براتون نوشتم. بعد میاین آلفا و بتا رو مشخص میکنید و میذارید توی همون الگویی که براتون نوشتم. این الگو هم که باید حفظ باشید دیگه. Y1 اینطوری نوشته میشه، Y2 هم اینطوری نوشته میشه. یه وقتایی هم ممکنه بچه ها این آلفای 0 باشه ها، یعنی شما فقط ضریب آی رو داشته باشید. الان مثال دیگه ای حل میکنیم. این معادله رو نگاه کنید. Y زگون به علاوه 9Y مساوی با 0. جواب عمومیشو میخوایم حساب کنیم. اینجا معادله Y پریم نداره بچه ها. معادله مشخصش میشه M2 به علاوه 9 مساوی با 0. دقت کنید من بهتون گفتم برای نوشتن معادله مشخصه شما به جای Y زگون M2 میذاری، Y حذف میشه ها. اینم نتیجه میشه که M2 میشه منفی 9، یعنی میشه 3i به توان 2. پس M میشه چی؟ 3i. نگاه کنید اینجا آلفای شما یعنی قسمت حقیقی 0، بتا 3، ضریب آی. اصلا آلفا ندارم دیگه. شما اینجا آلفا میبینید فقط هست بتا آی. یه وقتایی ممکنه توی اعداد مختلط قسمت حقیقی نداشته باشید مثل اینجا، یعنی آلفای شما 0 اینجا. خب پس Y1 میشه ای به توان آلفا x کوسینوس بتا x، ای به توان 0 x
کوسینوس 3x یعنی میشه کوسینوس 3x. میدونید که هر عدد به توان 0 میشه 1. پس این ای به توان 0x در واقع 1. y2 میشه ای به توان آلفا x سینوس بتا x. ای به توان 0x سینوس 3x میشه سینوس 3x. پس بنابراین YG میشه C1Y1 به علاوه C2Y2 یعنی میشه C1 کوسینوس 3x جایگذاری کنید، C2 سینوس 3x میشه جواب عمومی معادلمون. پس با توجه به این که m هست 3i، اینجا قسمت حقیقی این عدد مختلط 0، آلفا 0، بتامون 3 و من اومدم دوتا جواب y1 و y2 رو به این صورت نوشتم. یه نگاهی بکنید بچه ها. خب من تو صفحه بعدی چند تا معادله براتون می نویسم مشابه همین معادلاتی که براتون حل کردم. اول معادله مشخصه رو بنویسید و جواب عمومیشو به دست بیارید. خب پس این تمرینات رو بچه ها مشابه همین مثال هایی که براتون حل کردم حتما خودتون حل کنید. اگه جایش مشکلی بود بگید که برطرف کنید. جواب عمومی این معادلات رو میخواین حساب کنید. آخرین معادله هم به این ترتیبه. اینا همه معادلات مرتبه دوم با ضرایب ثابت هستند. شما برای تک تک این معادلات اول معادله مشخصه شون رو می نویسید و مشابه همین سه حالتی که من توضیحش رو براتون نوشتم و مثال حل کردم جواب عمومی معادله رو مشخص می کنید. خیلی خب بچه ها، ادامه درسمون رو بذاریم برای جلسه آینده که احتمالاً بریم سراغ به دست آوردن جواب خصوصی معادلات خطی مرتبه دوم. خسته نباشید.